در بعضی از دولت‌های اسلامی و در بسیاری جامعه‌های مسلمانی در گذشته و در حال حاضر خصوصا در منطقه ما و شما به خاطری که حدیث پیامبر علیه السلام هست که زن اگر عبادتش رو از حولیش داخل خانه‌اش و از داخل خانه‌اش در کنج خانه‌اش انجام بدهد برای او بهتر است. اما این معنای من رو ندارد، لیکن برتری و بهتری و افضلیت اینجا در نظر است که افضل و بهتر و خوبتر است که زن عبادت رو در خانه انجام بدهد. خب این رو به نظر گرفته سال 2000 فکر میکنم 2005 قرار شورای علما هم بود که به خاطر چی؟ به خاطر که در مسجدهای ما شرایط طهارت و جای نمازگذاری مخصوص برای زنها وجود ندارد، برای همین گفتند که بهتر و خوبتر است که زنها تا شرایط شدن و شرایط مهیا کردن برای زنها در مسجد برای عبادت در خانه ها عبادت کنند بهتر. شرایط که مهیا شد حتمی، البته هیچ قانونی چیزی شخص شده و دائمی نیست، حتمی هر قانونی تغییر یابنده است موافق شرایط. وقتی که شرایط دیگر شد قانون دیگر می شود.